مراسم قدرشناسی در مؤسسه دولتی مکتب صنعتی به نام شادمو علیفو برگزار گردید. رئیس شهر بوستون ابراز داشت که دستگیری دولتی اهل علم و معرفت در محور سیاست موفقانه حکومت جمهوری تاجیکستان زیر رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان قرار داشته به مسئله عملی نمودن اقدام‌های نیک و سازنده جوانان، جلب آنها به مقام‌های رهبری کننده و امثال اینها توجه پیوسته روانه می‌گردد. تاکید گردید که 7 سال می‌شود تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد احیای سنت‌های نیک اجدادی، عمومی گردانی و ترغیب کتاب و کتابخوانی یک زمره آزمون‌های جمهوری تشکیل و برگزار کرده می‌شوند با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تشکل نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی فرهنگی، انکشاف قابلیت ذهنی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، ذخیره لغوی، تقویت معنوی اهالی مملکت. در این سمت آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است برگزار می‌گردد. اشتراکچی سال پنجمی آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه. طبق نظامنامه 400 اثر، 50 پوست، 2 رمان، 200 حکایه، 100 افسانه، 100 لطیفه، 150 چیستان تزگویک و دیگر نوع‌های شعری را مطالعه و حفظ نمودم. از فرصت مناسب استفاده برده است. منتداری خیرش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان و نورسان چنین آزمون‌های با نفوذ را تشکیل گرداندند. 12 می سال 2025 دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است در گیمنازیای رقم 1 برگزار گردیده. در نتیجه 67 نفر غالب آمده به دور ولایتی راه یافتند. در دور ولایتی آزمون 8 نفر نمایندگان شهر بوستون به دور جمهوری رخصت به دست آوردند. در فضای تنتنوی به 67 نفر غالبان دور شهری آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است و آموزگاران و استادان دیپلم‌های درجوی، سپاسنامه‌ها و تحفه‌های مالیوی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بوستون سپرده شدند.